ساکنان شهر کلوب چند روز اخیر از جاری شدن محدودیت برق ابراز ناراضیتی میکنند. اکنون به ساکنان شهر تنها 6 ساعت در روز قوه برق داده می شود. ساکنان سیومی شهر بزرگ تاجیکستان از بی‌برقی اذیت میکشند. با پشوک غوث خواه میکنن، با پشوک غوث میشینن میخیزن. اونا گودکم با پشوکش در گواره، در درین گواره همه جای گودک مایی پشیده. ای خنکی را غیرت نمیکنیم بشکویم گودک ای گواره. پیش از این قطع برق به دهات گرد و اطراف شهر محدود میشد، اما اکنون خود شهر نیز به این معما روبروست. مسئله نورسایی ازم مشکلی است. مادامی که برق نباشه باید مقصد پیچکه و چی کده نمیشه، گرم که نمیشه. خانه دا بود ضروره. مقصد تلویزیون تماشا میگه روزی خانه نشینو در کار کاخی شهر. کمبودی برق نه تنها مناطق مسکونی را فرا میگیرد. این چراغک در یک شب و روز همگی چند ساعت فعال است. با خاموش شدن قوه برق چراغک نیز از فعالیت باز میماند. چراغک پشت سر من در یکی از کوچه های شهر کلوب نصب شده است. با سبب جاری شدن لیمیت این چراغک فعال نیست. مقامات محدودیت برق را به کاهش سطح آب در آب انبار نارک نسبت می‌دهند، اما 2 هفته پیش مسئولان نیروگاه نارک از بیشتر شدن ذخیره آب در این مخزن خبر داده بودند. هنوز معلوم نیست که لیمیت برق در شهر کلوب تا کی دوام میکند. از اول اکتبر سال گذشته در تاجیکستان محدودیت استفاده برق جاری شد. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلوب.